یه توده اینجا داریم مادرزادی، اینجا هستش، این توده بزرگیه، اینو میگیم لیپودرموید. حالا اینو باید خارج کنیم. ببین اینجا قدرشکیه. خب از اینجا قدرشکی شما نباید سر بزنیم، درست 7 میلیمتر اینجا حدوداً بریم. اینجا مرد سال از دلویه که چشم سم خارجه. این دو تا ارگان خیلی مهمه. بعد خود ملتهمه صدم بخوره خب مشکلات زیاد داره. خب اینجا الان ببینیم ما یه برش بازوی تی رو دادیم افق باشه، بعد یه دونم اینجوری میشه، این تی پلاستی بشه. الان اینجا این توده ما هست دقیقاً زیر این عضله لاترالش. ما باید حواسمون باشه دایسکشن اون به سمت بالا باید خیلی محتاطانه باشه. اینجا ما دایسکشن ممکنه خروجی های قدرشکی سلام میزنه چشمش خوش بشه. خب اینجا الان ببینید این قدرشکی، نگاه کن این قدرشکی، ما قدرشکی کاملا دوبلاش دیده میشه، نبایستی به اون سرانجام درست چسبیده به توده ما اینو جدا کنیم. ما اینو کامل جدا کردیم. خب رسیدیم به انتهاش که اینم جدا کنیم. من فقط در مورد واسطادیش هم بگم، فرض کن مورد کنده شده، اینو برش تی اینجا دادیم، دو تا برش اینطوری هم اینجا دادیم. خب این کنج رو اینجا پیدا میکنیم، میاریم اینجا، این کنج سوپریور هم که الان رفته بالاتر به این شکل میاد اینجا. یعنی شکل برش شما بعد از ترمیم شکل تی در میاد. این دو تا بیان وصل میشن به شکل تی به این شکل. خب ما این توده رو کامل برداشتیم. ببینید این قسمت کراتینیزه است که موی روی رشد میکنه. توده به این شکل بود. ما کلا برداشتیم، یه برش اینجا یه برش اینجا بود، اینا رو برداشتیم. حالا اومدیم بازسازی هم کردیم. این خلاصه فرمایید برشمون تانژنشیاله، یه تی کوچولو هم اینجاست.